ویدیوی پاسخ دادن به تمام سوالات شما. اول از همه اینو بگم که اگه چنل رو سابسکرایب نداری همین الان دکمه‌شو بزن، چون قراره هر هفته ولاگ دانشگاه رو داشته باشیم و کلی ویدیوهای خفن در مورد کارگاه‌ها و قنادی. تازه این بینم قراره یه سری آموزش‌های خیلی خفن در مورد شیرینی‌های فرانسوی هم توی چنل براتون بذارم. از اونجایی که بعد از معرفی دانشگاه که توی ویدیو قبلی بود کلی سوال و دایرکت و کامنت داشتیم، تصمیم گرفتم که یه ویدیو بذارم و تمام سوالاتون رو داخل این ویدیو جواب بدم. اولین سوالی خیلی پرسیدن این بود که خودم چه رشته‌ای خوندم و چجوری وارد این دانشگاه شدم. رشته دبیرستان من در واقع مدیریت آشپزی و قنادی بود که با معدلم خیلی پرسیده بودیم، با معدل 19 و 83 بود اگر اشتباه نکنم وارد دانشگاه شدم. دانشگاهی که توش درس میخونم دانشگاه علمی کاربردی هستش که اسمش گردشگران بنیاده و لوکیشنش هم داخل خود هتل پارسیان هستش. شرایط ورود به دانشگاه برعکس خیلی دانشگاه‌های دیگه نیازی به کنکور نیستش و تنها چیزی که داره شرط معدله که فکر میکنم شرط معدلشون هم از 13-14 باشه، یعنی نمره قبولی در واقع. خیلی سخت نیست ورود به دانشگاه. اگر از رشته های دیگه هم باشین خیلی راحت میتونین وارد این رشته بشین، مخصوصا اگر که حالا رشته تجربی خونده باشین. دروس رشته قنادی براتون آسان‌تر هم هستش، مثل دروس شیمی، مسمومیت ها و فکر میکنم طبایع انسان. بله اینا رو اگر تجربی خونده باشین خب خیلی راحت تر میتونین توی دانشگاه توی رشته قنادی پاسش کنین. بریم سراغ سوالات شما. رشته قنادی کجاست؟ نیاز به کنکور داره؟ دانشگاهی که من رفتم نیاز به کنکور نداشت، با شرط معدل بود و 2-3 تا دانشگاه کلا داخل تهران هستن که این رشته رو دارن و حالا بین بقیه دانشگاه ها انتخاب من بنیاد بود، چون هم فضای خیلی مناسبی داره، هم تجهیزات بهتری داره و هم کلا کیفیت آموزشش نسبت به جاهای دیگه به نظر من بهتر بود. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید که توضیح راجع به دانشگاه قنادی ملل میتونید بدین؟ بله ببینین، رشته که من الان دارم میخونم در واقع قنادی ملل هستش. رشته قنادی ملل تا در حال حاضر تا کاردانی پشتیبانی میشه در واقع و کارشناسی نداره، اما رشته آشپزی ملل کارشناسی داره. کاری که بچه‌ها میتونن انجام بدن اینه که کاردانی رو قنادی بخونن و در ادامه کارشناسی آشپزی رو بگیرن، چون دروس این دو تا رشته تقریبا یکیه. شما میتونین در ادامه آشپزی رو بخونین، یا اینکه اگر کلا علاقه به آشپزی دارین کاردانی و کارشناسی رو آشپزی ملل بخونین. کدوم دانشگاه درس میخونید؟ دانشگاه علمی کاربردی گردشگران بنیاد. خیلی ها این سوالو داشتن که ما از رشته دیگه میخوایم وارد این رشته بشیم، پیش زمینه ای نداریم، برای دانشگاه استرس داریم. ببینید آموزش های دانشگاه طبق یه سری استاندارد است و نمیتونین تنها به آموزش های دانشگاه اکتفا کنین، چون اولا از ترم دوم کارگاه ها شروع میشه و دوما اینکه وقتی کارگاه ها شروع بشه شما یک سری درس های خیلی محدود دارین که به صورت تخصصی آموزش میدن و اگر شما پیش زمینه نداشته باشین ممکنه دچار مشکل بشین. خیلی بهتره که شما تو طول ترم اول یا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین یه سری ورکشاپ ها و آموزش های جداگونه که داخل آموزشگاه ها الان برگزار میشه اونا رو بگذرونین. نیازی به مدرک نیست، ولی اینکه اون دوره ها رو بگذرونین خیلی براتون بهتره. حالا دانشگاه بنیاد یه کار که انجام داده اینه که اومده این دوره ها رو، این ورکشاپ ها رو داخل خود دانشگاه هم داره برگزار میکنه، مثل ورکشاپ نونهای حجیم، ورکشاپ خامه کشی، ورکشاپ شیرینی های سنتی و چند تا ورکشاپ دیگه که میتونین دوره ها رو شرکت کنین و بعد از اتمام دوره که ورکشاپ های 2-3 روزه هستن میتونین داخل آزمون های فنی حرفه‌ای شرکت کنین و مدرک فنی حرفه‌ایتون رو هم بگیرین که میدونین دیگه مدرک فنی حرفه‌ای از مدرک دانشگاهی هم در حال حاضر معتبرتره، چون بین المللی هستش و تا 3 سال اگر اشتباه نکنم تاریخ داره. بعد از اون 3 سال میتونین دوباره تمدیدش کنین.
در مورد آزمون فنی حرفه‌ای هم یه سری نکات خیلی ریز وجود داره که در مورد آزمون تئوریش و عملیش هستش که به چه صورته، که داخل یه ویدیو دیگه باید توضیح بدم. اگر که دوست داشتین توی کامنت های این پست حتما بهم بگین یه ویدیو در موردش بذارم. سلام، میشه بگی دانشگاهی که میخونی کجاست؟ چقدر شهریه میدی؟ من عاشق این رشته‌ام، میشه راهنمایی کنی؟ بچه‌ها شهریه این دانشگاه چیزی که الان، یعنی نرخی که الان دستمه برای سال 1404 ورودی های مهر هزینه شهریه ثابتشون 7 تومن بود، ولی خب متغیره دیگه، بین 7 تومن تا 10 تومن احتمالاً تغییر میکنه. ولی خوبی که داره اینه که شهریه متغیر نداره در کنار شهریه ثابتش. تنها چیزی که داره هزینه کارگاه ها هستش. ببینین از ترم دوم که کارگاه های حالا چه قراردادی چه آشپزی شروع میشه، شما هر ماه یه هزینه ای رو بابت خرید مواد اولیه کارگاه باید پرداخت کنید که اون همش بستگی به آموزش های استادتون داره. اگه سطح کلاس بالا باشه، استاد بخواد آموزش های تخصصی تر بده، قطعا مواد اولیه بیشتر و خاصتری رو شما باید تهیه کنید و خب هزینه مواد اولیه بالاتر میره. ولی اگر نه طبق استانداردها جلو بره یا ظرفیت کلاس خیلی بالا نباشه، یه هزینه معقولی رو هر ماه باید پرداخت کنین یا مواد تهیه کنین، یا مواد غذایی تهیه کنین. نسبت به بقیه دانشگاه و دانشگاه‌های آزاد این مبلغ به نظرم خیلی خوبه. یه چیزی که برای همه کسایی که توی این رشته میان خیلی مهمه، بازار کاره. دانشگاه بنیان این شرایط رو فراهم کرده که شما بعد از اینکه دوره ها رو گذروندین و مدرک دانشگاهیتون رو گرفتین، چون توی محوطه هتل پارسیان هست، جذب نیروی خیلی بالایی دارن و خب این خیلی گزینه خوبیه برای تمام کسایی که رشته قنادی، گردشگری و یا آشپزی رو داخل این دانشگاه میخونن. یعنی شما بعد از گذروندن دوره تحصیلیتون داخل دانشگاه میتونین توی هتل کار پیدا کنین و وارد بازار کار بشین. رشته‌هایی مثل قنادی ملل، آشپزی ملل، گردشگری و جامعه شناسی و هتلداری جزو رشته‌هایی هستند که خیلی درخواست‌های بالایی دارن ولی خیلی کم شناخته شدن و احتمالاً خیلیاتون نمیدونستین که این رشته‌ها داخل ایران دارن تدریس میشن. اگه دوست داری بیشتر با محوطه دانشگاه و اساتید و جو اونجا آشنا شی، بهتره که ویدیو قبلی رو هم ببینید. خب بچه‌ها، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم اگه چنل رو دوست داشتین و ویدیوها رو دوست دارین ادامه بدیم. حتما سابسکرایب کنین و هر سوالی هم داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، حتما جواب میدم. مرسی، خدافظ.